سلام. اگه انگلیسی بلدین حتما میدونین که فعل نو 2 معنی مختلف داره که توی بافت‌های مختلف خودشو نشون میده. توی زبان فارسی ما برای این 2 معنی نو 2 کلمه متفاوت به کار میبریم. شما میتونین این تفاوت رو توی این مثالی که الان میگم ببینین. من اون رو میشناسم و میدونم که کجا زندگی میکنه. I know him and I know where he lives. در هر 2 know در انگلیسی به کار میره، ولی در فارسی دونستن و شناختن به کار میره. پس دوباره که خواستین know رو به زبون فارسی بیان کنین، حواستون باشه که دونستن رو الان باید استفاده کنین یا شناختن رو. برای نکته‌های بیشتر منو دنبال کنین.